سفید نماینده شهر نوایی تابع مرکز تیمور رحیمه با یک تکی سبز نماینده شهر دوشنبه بشیر فخریدین. در میان ستاره‌های سامبوی سیاره دریافت مقام پنجم کاری سهل و عادی نیست. تیمور رحیمов پهلوان شهرتیار مملکت این نتیجه را در سال 2021 به دست آورد. در مسابقات گرند اسلم ازبکستان هم یک هنرنمایی جالب کرد. حرکتی بود پهلو هست. کوشش اولی پهلوان خلعت سفید داشته اینجا هم بهتر به نظر می رسد. با بشیر حالا یاری تعجیلی تیبی رسانیده می شود. بشیر در دیداری اول هنرنماییش هم به راستی اونقدر بد نبود. در مقابل فردوس بیازاده غلبه اول را به دست آورد و تیمور رحیمov باشد در دیداری اول آزاد بود. انتظار حریفش بود. حالا نتیجه سبقت این دور راهی فردای راهی موفقیت دوری سیوم را معین می سازد که خورشید مجیدوف انتظاری رقیب است. بختیاری عزیز داور درجه جمهوریوی از ناحیه جبار رسولوف این داور کنجی است. رقابت باز همانا میان هر دو این دو پهلوان جریان میگیرد. این بخوری باز هم رقابت پهلوانان جریان میگیرد. یک پهلو به نفع تیمور رحیمov هست. بشیر در دیداری اول چون غلبه به دست آورد حالا وضعش خیلی ناگوار است. تیمور این کار را به آسانی هم انجام داده میتواند. هر سمت خواهد همان حرکت برایش باز هم نتیجه بخش می شود. تیمور حالا باز هم ببینید که با حرکت های همون اصول های پیشپا کوشش های دیگری را که میکند خیلی خوب هست. خوب آزمایش دوری بعدی رو انتظار می شود که با خورشید مجید وضعی رقابت ها باز هم پرشیده تر صورت می گیرند. پهلو حلال است. تیمور رحیمov بدون مشکلی غلبه به دست آورد و به دوری 4-1 نهایی برآمد. رحیمov در واخوری 4-1 نهایی با خورشید مجیدوف قوا آزمایی میکند. مرود و صفا